امریکا به اسرائیل نزدیکترین شریکش در منطقه هشدار داد که اگر کمک رسانی به مردم غزه را بهتر نکند، ارسال سلاح را کم میکند. این هشدار جدی به اسرائیل از آغاز جنگش با حماس است. هنوز ماه اپریل امریکا از اسرائیل خواسته بود که راههای رسانیدن کمک به غزه را بازتر کند. آن وقت اسرائیل اجازه داد که از 300 تا 400 ماشین بارکش به غزه وارد شوند. حالا واشنگتن میگوید واردشوی کمک‌های بشردوستانه 50% کاهش یافته است. روزی گذشته متیو میلر سخنگوی وزارت کارهای خارجی امریکا گفت نامه مقامات امریکایی به اسرائیل روز یکشنبه فرستاده شده است. در نامه گفته می شود که اسرائیل باید روزانه تا 350 ماشین بارکش را برای رسانیدن غذا و دیگر محصولات نیاز مردم اجازه وارد شدن دهد. امریکا محدودیت‌های اسرائیل را به غزه سنگین و بیش از حد خوانده است. ما می‌دانیم که راه‌های رسانیدن کمک به غزه وجود دارد. ما از وضع خبر داریم. ما آگاهیم که محدودیت به انتقال کمک‌ها زیاد شده است. از این رو اسرائیل مسئولیت دارد که وضع را بهتر کند. سازمان ملل متحد میگوید مردم غزه از گرسنگی رنج میکشند. خانواده‌ها به سختی نان برای خوردن پیدا میکنند و اکثرا روزی دراز گرسنه‌اند. من همین حالو سخت گرسنه‌ام. شاید بار اخیر پمیدار یا دیگر سبزیجات را 8 ماه پیش خورده باشم. طعم آنها را فراموش کردم. رنگ میوه ها را فراموش کردم که چه خیل بودند. گاه گاه یگان کنسرو پیدا میکنیم. سبزیجات و گوشت را نمیبینیم. اسرائیل میگوید حماس از کمک‌های بشردوستانه استفاده میکند و محدودیت‌ها تنها به همین خاطر است. حالا معلوم نیست که تا کجا اسرائیل هشدار ایالات متحده آمریکا را جدی میگیرد.